میان گرگ و خر بحث افتاد. خر می گفت علف آبی رنگ است. گرگ می گفت نه، سبز است. نزد سلطان جنگل رفتند و ماجرای اختلاف را گفتند. شیر دستور داد که گرگ را زندانی کنند. گرگ پرسید دلیل این کار چیست؟ آیا مگر علف سبز نیست؟ شیر گفت سبز است، اما دلیل زندانی شدن تو بحث کردن با خر است. هرگز با نادان بحث نکن.